ما شما امروز بخیر. همونطور که وعده کرده بودیم جلسه پیش و ما چون عادت خوب است یا خراب است یک چیزی که برنامه شد مطابق قدمو پیش میرم دیگه باز نمیکنم برای به هم نمیزنم اگر باز نظم به هم میخوره به قول مولانا نظم معاش باز به هم میخوره باید مطابق برنامه خود پیش بریم. ما شما اولین جلسه از سلسله جلسات بسیار کلمه سخت است که بگیم مولانا شناسی ولی حداقل معرفی با حضرت مولانا را بخیر شروع میکنیم. در این جلسه اول ما هیچ نمیخوایم که راجع به خود شخصیت مولانا صحبت کنم، فقط سر آثار مولانا و ای که چگونه بتانیم کمی با احتیاط با آثار مولانا ما شما برخورد کنیم، چون در دنیای مجازی همه چیز به نام مولانا مندازن که اکثر از مولانا نیست. من امروز در بالایی که آثار مولانا را خدمت شما به معرفی میگیرم 15-16 شعر بسیار مشهوره که در سوشال میدیا به نام مولانا مشهور است ولی مولانا نیست. خدمت شما میگم که متوجه باشیم که شاید این لیست بسیار طولانی باشه، مرد و این 15-16 چه برده سرخورده. با او خاطر است که همین جمع وقتی که از این بات مواجه میشیم اگر بتانیم یک ذره اصلاح کنیم، چون ما در بعضی جاهای متاسفانه بودیم و این بیشتر به بلژیم است، من نمی‌فهمم چرا همینطور است. یک کسی مثلا خیلی نیم ساعت راجع به یک شعر مولانا گپ زده که خواسته جمع بندی میکنه در حالی که اون شعر از مولانا نیست. من چه رقم رو بسره حساب چه خواهد که مولانا را از یک شعر بشوتن که مولانا نیست. این خب بسیار گپ جالب است. به هر صورت از حضرت مولانا 5 اثر ما به جا چی مونده به جا مونده. 5 اثر که کلش هم قابل دسترس است. دور نیست. اثر اولش که پیش من در چاپی نیست ولی در اینترنت هم کپی پیدا میشه به نام همون مجالس افغانه است یا همون مجالس طبعا. کتاب مشهور است که مولوی که در روی منبر بوده، یعنی مولوی عالم، یعنی این کتاب تقریبا بعد از ملاقاتش با شمس میگن 1 بار یا 2 بار باز روی منبر رفته، 1 بار یا 2 بار روی منبر رفته دیگه در غیر از اون نیست. یعنی اینقدر دقیق میفهمیم که مجالس طبعا یا مجالس افغانه اونو موعظه ها یا او وصف حضرت مولانا است که در روی منبر داده که پیش از ملاقاتش بوده با شمس. پیش ما امی شخصیت مولانای عالم است که وقتی که بخیر ما شما با سلسله شروع میکنیم اولین جلسه ما شما معرفی مولانای عالم خواهد بود یا اما عین اول که از عالم باشه. این اثر با روایت های گفته میشه که حسام الدین چلبی که او وقت خودش هم از خود یک حلقه اما به اصطلاح در کنیه خود از این یک حلقه داشت، اینا همون جوان مردا بودن که با خود چی میگفتن مردم برشان میگفتن اخی یا همون برادران، یا از خود یک حلقه داشت ولی بسیار مجدود به مولانا شده بود، میامد و امیو را جمع کرده. به یک روایت که است یا امی حسام الدین چلبی یا دیگر کسایی که وجود بوده همین کتاب جمع کرده. این به اینترنت پیدا میشه و کتاب مشهور. دومین کتاب که مولوی عاشق شروع میشه، مولوی است که مولوی شعر میگه، البته این چیز اول شعر نیست، یعنی موعظه هایش صحبت کرده. او دیوان کبیر است که مشهور شده به نام دیوان شمس، دیوان بسیار کلان است که خدمت شما آوردم. دیوان کبیر مولوی عاشق قبول شد. این کدام مولوی که بعد از ملاقات با شمس و گفته دکتر عبدالکریم سروش میگه در دیوان کبیر مولوی یک دیوانه کاملا دیوانگی میکنن. این که یک مهمترین آثار حضرت مولانا در 3500 غزل داره، 3500 غزل داره و نزدیک به 2000 رباعی، نزدیکش میگم چرا 1994 رباعی است. شما بگیریم که در مجموع اگر ما یک تقریبی ببینیم مثلا اگر 3500 هر کدامش اگر ما 10 بیت، چون 10 بیت نیست، این 35000 2000 رباعیشون در بیت کنیم 4000 یعنی 39000 بیت تنها همین میشه، ولی چون 10 بیت نیست شاید 6 7 باشه میگن در مجموع اینمی کتاب حدوداً 38000 بیت به خود داره که شامل نزدیک به 2000 رباعی و 3500 غزل و در یعنی انواع دیگه این مثلا قصیده، خب میفهمن قصیده و غزل یکی است ولی
طولانی تر میشه از 8-9 بیت رو باید میگن قصیده وش که غزل کوتاه دیگه نگاهی هم خود سنت شیری خود تفاوت نداره. این دومین کتابی است که وقتی اگه ما میگیم مولوی چی گفته به جایی که به فیسبوک بگردیم کنیم کتابش عام به اینترنت سازد برای خود عام سایت گنجور است دو بریم. سومین کتابی که سومین اثر مولوی کتابی فیمو دیوان کبیر بود دومی. منظور امی از شما گنجور قابل اعتماد است یا نه؟ نه نفهمیدم. ابو سایت گنجور. بله آل میره بله میره سومین اثر این کتاب فیموفی است. کتاب فیموفی تو نیست که مولوی کدام کتاب بنا به فیموفی گفته باشه یا همزمان است تقریبا با سرودن مثنوی، یعنی در زمان است که مولوی عارف شده و میفهمیم که خود قاعدات شمس هم اینطور نیست که این اول پورا گفته باشه باز رفته باشه مثنوی. در اوایل غزل میگفت، در آخر که بعد از غیبت شمس باز یا موازی است، بعضی وقتاش غزل میگفت بعضی وقتا مثنوی صحبت میکرد. فی مافیر ما گفتم میتونیم یک نوع مثنوی در چیز است، در رقم نثر است، یعنی در شعر نیست، یعنی به نظم نیست. نامش فی مافی بسیار پسانا گذاشته شده. ایرم میگن سلطان ولد پسرش و یا بازم امی حسن‌الدین چلبی در مجالسش میشیشت و ایره یاد داشت میگن. نظم منظم نداره که بگم راجع به چی صحبت کرده، از خداشناسی تا مسائل بسیار عادی روزم شما در فی مافی میافید. من میخواستم یک متنش از فی مافی بخونم که حالا مزید صرف نظر کنم چون وقت ما شما زیاد نمانده. در این اتفاقا رفت میگرفت در این مسائل اجاب در این روزا که در هرات غوغا برپا کرده، از نگاه روانشناسی در این فی مافی مولوی میگه که اول سر مثال یک قرص نان هم میزنه، میگه که شما یک نان عادی که هر جای است، میگه گیر زیر بغل خود بگیرید مردم بگن این ما شما را نیر پوت میکنم، ما شما را نشان نمیدم، میگه کل علاقمند شده میره آخر پشتوار میگیره و آخر میشه که نان اتش به زور بگیریم. میگه زن همون یک چیز میگه همون موجود است، میگه شما او را به زور، میگه وقتی که شما زن میگن تو خود بپوشان، میگه خود امیره که میگه بپوشان امی وجود انسان طوری است که او میخواد که خود نشان بده باز و از سوی دیگه که توی پوشاندی دیگه مردم علاقمند میشه که چی است که ببینه. میگه در واقع تو خیال میکنی کار خوب میکنی، در واقع تو از دو طرف فتنه بپا میکنی، زن تشویق میکنی که خود از تو خود مردم برای نشان بده. دیگه مردم هم چون دنبال چیزای پنهان است، دنبال چیزایی است که میگه چرا خود روی پوشیده است، میگه که هر دو طرف در واقع تو میگه میری چی میکنی، شلوار میکنی، تو فکر میکنی تو بسیار کار خوبم میکنی. میخواستم بعدش از روی ازی بخونم خب وقتش به این چیزی. خب این آیا کلش سخنرانی خودش است؟ نه، بسیار وقتا از سید برهان ترمیزی که لالای اولش است، اما کلمه لالا برش استفاده میکنن که از بلخ همراهش بوده در مدرسه پدرش. سید برهان ترمیزی اولین استاد مولوی بعد از پدرش و یا سخنان پدرش سلطان العلماء از وان نقل میکنه. معمولا سلطان العلماء تو گفت یا از سید برهان ترمیزی رقم گفت یا از دیگر دوست و از خودشون بعضی گپاش است که در این میایه و نامش بسیار پسان، نامش جالب ماندن که فی مافی هست هر چی که دو هست دیگه تو معنای خاصی چی نمیده، یعنی دیگه هر چیز دینامی کتاب هست و داستانایش بسیار شبیه به داستانای مثنوی است. کسایی که فی مافی رو که میخوانن ببینه که اکثر داستانایش به این است و چون او بعد داستانا با حال ریشه به مقالات شمس داره، از او خاطر میگیم که این یعنی در عصر با مثنوی داره. خب چهارمین کتاب که مولوی با او مشهور است مثنوی کتاب مثنوی معنوی. مولوی نخواست سرش نام بگذاره، یک جایی در دفتر دوم نامش میگه که حسن‌الدین نامه، چون با حسن‌الدین بسیار جور شده. دکتر سروشی را میگه عشق نامه و هر نامی که شما سرایبان خود مولوی سرش نام نمونده، چرا مثنوی یک نوع شعر. مثنوی 6 دفتر است، در 6 دفتر سروده شده و اوسط که آدم میبینه هر دفتر 4000 بیت است، ولی در مجموع باز تعداد چون دفتر 5 دفتر کلانتر است حدوداً 26000 بیت، حدوداً 26000 بیت مثنوی است. یعنی اول اگه شما تنها شعر بالا رو بگید، اگه 38000 یا 39000 یا 40000 هر چی که اگر این دیوان ما شما بگید 40 خانه است، هم 38000 باشه، 26000 هم با این شما که علاوه کنیم حدوداً 64000 بیت تنها مولوی سروده و
از جمله کتابایی است که واقعا اجازه است دیگه کل مردم تصدیق میکنه و انشالله که دوستایی که خواندن مطالعه کردن دوستایی که نکردن مطالعه بخیر با هم یک دیگه بیام. یک پنجمش برای مکتوبات است که مکتوبات که هم چاپ شده در ایران او هم نامه‌های مولانا است با مثلا دوستایش و اکابر شهر و والی شهر به ایران نامه که اکثرش به قلم خودش هم است که او به درد ما شما به درد تاریخ نویسا میخوره که بعد واقعات تاریخی در او آمده ولی به درد ما شما نگاه محتوایی کتاب پنجم مکتوبات مکتوبات کتاب پنجم همین 5 اثر از حضرت مولانا مانده که همین 3 دانش که محتوایی است ببخشید اگر من چیرک اولش که مجالس عباد در چی گفته در منبر گفته اگر ما رو جدی نمیگم مرا ببخشید حضرت مولانا شما ولی بعد وقتی میگم جدی حضرت من دید عرفانی و فلسفی همین 3 کتابش کتاب بسیار مهم آله با وجود این همه قدر بیت حداقل 64,000 بیت جمع یک کتاب دیگر ما 1% گرفتیم اگر 10 بیت در فیسبوک یا در یک جای برنامه مولانا به 6-7 تا جلیس ماشم چرا خب با وجود این قدر وافر بودن منبع ماشم چرا مردم دنبال ابیات جلی است برای ما این چیز است سوال ما است خب این رو چه کنیم باید آخر بحثش گپ بزنیم بله ولی خب ما چگونه بدانیم که یک شعر از حضرت مولانا است اول خود ساده این کتابش است اگر کسی میخواد که از مولانا نقل قول کنه خب باید کتابش داشته باشه دیگه بسیار ساده غیر از اون نکنه نقل قول عالی خوب جبر خونه دوم رده این سایت گنجور است که فهمت داشته سایت گنجور سایت معتبر این ما یک شیره که وقتی که دیدیم امور بریم تایپ کنیم به سایت گنجور حالا چی میشه سایت گنجور کسایی که اینمی کار کرده یا بسیار بیکار بودن شما میزنید یک چیز اول شما یک چیز با شما میگم شما رو تایپ کنید مثلا اون میاد گنجور لطفا سر لینک شما میزنید او شعر نیست این نفر جلکار چی کار کرده در پایین دو شعر رفته کامنت همین شعر جلی را کامنت کرده که وقتی که شما تایپ کنید اینترنت او را به گنجور ربط بده ولی اگه شما اکثر دیره که بونن که بزنین اون میاد سایت گنجور نفر میگه خونه در گنجور صحیح دیگه نیست در شما کلیک کنین برین ببینید که شعر نیست ولی برای شما مثالش اینجا بر شما آورده این راه دومش بود کتابش هست و سایت گنجور دیگه سایت هایی که مردم در وبلاگ ساخته و وبسایت ساخته اینا اصلا قابل اعتبار نیست گنجور اگه در خود دقیق وبسایت گنجور بریم باز درست است دیگه بله که باشه تنها چک کنیم که اون لینک نباشه بله که نباشه ولی یک چیزی بسیار مهمش اینه است که اگر ما یک مقدار با کلام حضرت مولانا آشنا شویم با آدم خود آدم هم میفهمه فرضاً حالا با وقتی که بحث حافظ در عشق خواندیم گفتیم که عشق گفته که عشق آسان نبود اول ولی افتاد مشکلات در اول گفته آسان است اما وقت شما گفتیم که مولوی میگه که عشق قدم اولم خونی بود فرضاً شما یک شعر را میبینیم که منسوب به مولوی است و مولوی گفته که عشق آسان نبود اول ما میفهمیم که مولوی نیست چون که چوکات فکری از اون نیست چوکات فکری از اون نیست که عشق اول آسان معلوم میشه به همین خاطر است یک چوکات فکری داره مولوی آدم میتونه که پیدا کنه ولی من بعضی مثالای دیگه دارم برای شما فلذا 3 تا راه حل داره یک کسی که زیاد مولانا اصلی کتاب مولوی را خوانده باشه با مکتب فکریش آشنا باشه جلی و منسوب کمی سخت است ولی جلی را آسان میفهمه خب منسوب ولی ما میگیم بسیار شد منسوب از حضرت مولانا بسیار بزرگا و قبول کرده من شعر مولانا ولی شعر مولانا نیست وقتی که تحقیقات شده به دیوانش نیست اول او است دومی است که اگر به اینترنت میریم سایت گنجور است سوم هم این است که ما شما بریم با خود کتاب ولی من یک تست را که میکنم ولی بعضی دوستا با او آشناست من برای تست نمیکنم پس آن جوابشم خودم برای شما متعجل کردم میگم من یک شعر برای شما میخوانم یعنی ما چند جای تست کردیم اتفاقا با دوستای ما رفته باز با اینترنت هم مراجعه کردن و باز اینترنت هم سال جالب میگه پس شما سرچ کنید من اوش مصنوعی پرسان کردم میگم من زیاد برش مطمئن هستم که شعر از حضرت مولانا است مگر میره من در دیوان شمس نیافتم ولی باز میگه اگر میگم من دوباره برات بپرم تو گپام میتونه این شعر تو است که میگه عشق بورز با امگان مهر بورز کینه بسوز اختر سوزنده من جد بکن گام با افلاک بنه وا میست رود خروشنده من
سیر نما آن پر پرواز گشا، خاک نی نور پراگنده من. گوش بکن با دل و جان گوش بکن، حرف مزن اختر تابنده من. دیده گشا آنچه نپیداست ببین، خوب نگر چشم خدا دیده من. بر توی تاج سر شهر توی، ابر توی رحمت بارنده من. روز توی باغ دل افروز توی، دولت پیروز توی بخت فزاینده من. وقت دوستان نمیگم این شعر از ماست. وقتی که شما با گوگل میتونید گوگل برسه و چی به اوش مصنوی عکسای بر شما میزنه که باش برای دوباره میبالم و زین از مولوی گرفته شده دیگه. حالا ما چرا اینجا آورده؟ همین گفرات مالسته به خاطر از اینکه شعرهای است که نفر رفته الهام گرفته از دیوان شمس، ولی شعر مولوی نیست. ما را اینمی جایش فریب میده. عادت ما همین نقطه که خب یک کسی چرا این کار کرده، شاید همین کار شوقی کرده باشه، چون که برای عطار حتی کتاب ها به نام عطار نوشته شده، بی سرنامه و چون بلبل نامه و 5-6 کتاب به نام عطار است، ولی از عطار نیست، کتاب شعر نیست. خب اینا لما یک چند تا شعر را که وقتم چی نشوه که بسیار مشهور است برای شما میگم، با دلست بخیر ما شما تکمیل کنیم. یک شعری که مظاهر بسیار مقبول خوانده که و منسوب به مولانا و به هیچ عنوان از مولانا نیست، همین که بیایید به میدان خرابات، مترسید ز حریان خرابات. این شعر اونقدر شعر ضعیف است که اگر شما دیگه ابیات از این شما وقتی که بخوانید، تکرار در قافیه، بعد جا بی‌وزنی، هیچ شعر از مولانا تو شما به دیوان شمس هم نمیافین، به گنجور هم نمیافین. این که چه رقم در اون زمان چی هم نبود، اینترنت هم نبود، این به نام مولانا مشهور شده، یک معماست باید پیدا کنیم. این یکیش جالب میاد که در چیز آخرش هم در اون شعر پیشتر که من از خود خواندم، خود او جسارت نکردیم، در آخر دی میگه که زی مفخر تبریز، زی شمس شکرریز که براند فرس را سوی ایوان خرابات. یعنی نام شمس تبریز هم آورده که نفر بیخی مطمئن شود کی است مولوی. ولی شما امیر ببینید زی مفخر تبریز، ولی شما امیر ضعیفی شعر ببینید زی مفخر تبریز، زی شمس شکرریز که براند فرس را سوی ایوان خرابات. یعنی مولوی هم شعر نمیگه. یک دومشون که ولی شرک، ولی شما اگر میره برن به گوگل بزنن این میگه که سایت گنجور، ولی شما اکثر کلیک میگن کدام شعر اصلی مولوی میگه، یعنی شعرش میگه که چیز است. برانید کتاباز نمانید، بدانید که در عین عیانید، بتازید که چالاک سوارید، بنازید که خوبان جهانید. شما این آهنگ این شعر ببینید خوب بشنوید. دومش دو چی بود دکتر صاحب کمی چی شدن شاکشتن، این دومش که بیخی سرش یک دونه کتابم نو به نام استاد سرهنگ چاپ شد، خواندن جان خرابات. همین که چون جان خرابات هم جان خرابات همی از مولانا نیست، این مشهور است، این منفور بده مولانا. خب این اولش خودش هم میگه نیست، این چیز از مخمس. این مخمس است مستانشاه کابلی است که میگن بر غزل مولانا. من میگم که مخمس و سید مستان کابلی است، ولی غزل از مولانا نیست. او کدام از امویش که حضرت استاد خوانده که گه عرش و گه کرسی، گه نفی گه اثباتم، گه مسجد و گه دیرم، گه کعبه و میقاتم، خلص شنوی عارف از رمز مقالاتم. تا اینجا خواهد سید مستان است. بی جان شدم صدره تا جان خراباتم، چون جان خراباتم جانان خراباتم. اینمی از مولوی نیست، ولی همه جای مشهور است که مخمس سید مستان شاه کابلی بر غزل حضرت مولانا. این با همین مطلع حضرت مولانا شعر نگفته. البته شعری را که مولانا به این قافیه گفته کدام است؟ من دلق گرو کردم اوریان خراباتم، خوردم امرخت خود مهمان خراباتم. این از مولانا است به همین چیز، ولی او شعر از حضرت مولانا او اقتباس شده. به صورت بریم سوم که بازم تخلص مولانا رو آورده و یک دو سه هنرمندای ما خوانده، اما شعر مشهور است که میگه چی است.
نه من بیهوده گرد کوچه و بازار میگردم، مذاق عاشقی دارم پی دیدار میگردم. آخر بعد میگه بیا جانا عنایت کن تو مولانای رومی را، غلام شمس تبریزم قلندروار میگردم. ولی از مولانا نیست. خب همین آدم هر کسی که سروده خود نام مولانا را آورده. ولی از مولانا نیست. ما ازش میسکنیم از مولانا نیست. بود دیگه کوچی کده بود دیگه دویش من کار ندارم. هنر به خرج داده. شما امیرم برین، امیر خود گوگل کنین، میگه که مثلا گنجور شما سرش کلیک کنین میگه دیگه غزل میگه غزل. خب حالا از این مشهورهای مشهورات میگذاریم. یکی دیگه که بسیار مشهور شده، چهارم، روزها فکر من این است و همه شب سخنم که چرا غافل از احوال دل خویشتنم. از کجا آمدم آمدنم برای چی بود، به کجا میروم آخر ننمایی وطنم. شاید این نامعلوم است، ولی یک کسی که مکتب مولانا رو فهمیده باشه، مولانا نمیگه از کجا آمدنم بله، مولایی میگه که از کجا آمده است. میگه ما از بالای ما بالا میره. ولی از این شعر از مولوی نیست. این اگر منصوب می بود به خیام من میگفتم اوکی این کار. منصوب می بود به حافظ، ولی منصوب به حضرت مولانا این شما در یک دیوانه به شمول گنجور این شما نمیافید. پنجم بازم مشهور است، ما یک روزگار گفتم که به یوتیوب هم میره که فرادریا خواندم نوشته میشه که شعر حضرت مولانا امروز که ماییم و نوایی بینوایی بسم الله اگر عریف مایی در شعر نظامی گنجوی است، در داستان لیلی و مجنون و این بعد مولانا نیست. پنجم هم که یک وقت بسیار مشهور شد، آل یک در مردم پس دوباره فهمیده که نیست، فضل خدا شد. یک هنرمندای ما شما خواند و اون نشته نشد مولانا و نام شاعرش نشته شد. اونمو که چیز است که میگه باران که شدی مپرس که این خانه کیست، سقف حرم و مسجد و ویرانه است کیست. یک زمانی دیگه این فیسبوک یا پر بود که مولانا یا مولانا. یکی دیگه هم که بسیار مشهور است، هنوز هم مشهور است، از پدر پرسید روز یک پسر بهترین دین ها کدام است ای پدر. یاد مولانا نیست، یک شعر خیلی نو است و ایرا گفته و مولوی میفهمه که از دید مولوی میفهمه که بهترین دین ها کدام است. دیگه هم امیز که بسیار مشهور است، عشق را بی معرفت معنا نکن، زر نداری مشت خود را وا نکن، گر نداری دانش ترکیب رنگ، بین گلها زشت یا زیبا مکن. شعر از کسی به نام استاد بهرام سیاره از مولانا نیست. باز یکیش که چقدر میگم مشهور، ما چون با سوشال میدیا زیاد هستم شد بعد دیگه دوستم چقدر است که بسیار مشهور است، این امیز که میگن گویا مولانا گفته که چیز است، هر لحظه که تصمیمم در کارگاه تقدیر آرامتر از آهو بیباکتر از شعر از مولانا نیست. مشهورترین دیگه شم که محمد میگه دنیا همه هیچ و کار دنیا همه هیچ، ای هیچ مپیچ برای هیچ مپیچ دانی که از آدمی چه ماند پس مرگ، عشق است و محبت است و باقی همه هیچ. ای از کسی از بنام امیر ناصر خزانی یا خزایی از مولانا نیست. آمده بود که یا یک وقت بسیار مشهور شده بود به لاغاس یا چیز به لاغاس رود خوانده بود، ولی وقت بسیار میگفتن مولانا، ولی من نمیخوام که ادعا کرده یا نکرده. اونمو که چیز امشب غم دیروز و پریروز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که بر باد فنا رفت، نخور به خدا حسرتی دیروز عذاب است. مردم شهر به هوشید هرچی دارید و ندارید، بپوشید و برقصید و بخندید که امشب سر هر کوچه خدا هست. این شاعر از محمد رضای نظری کسی است، از مولانا نیست. یک شعر دیگه هم که بسیار شده، من کوتاهش میخوانم که به نام مولوی یزد دیگر جای نشته شده. اونم که میگن چی است، بر مرده دلان پند مده خویش میازار، زیرا که ابو جهل مسلمان شدنی نیست. جایی که برادر به برادر نکند رحم، بیگانه برای تو برادر شدنی نیست. از مولانا نیست. همونطور که برادر به برادر بیگانه برادر شدنی نیست، این شعرم است مولانا شدنی نیست. یکی دیگه هم که بعد به نام حضرت مولانا هر جای خوانده میشه این است که چی پس آن کس که بداند و بخواهد که بداند، خود را به بلندای سعادت برساند. آن کس که بداند و بداند که بداند، اسب شرف از گنبد گردون بجهاند. از مولانا نیست. بسیار روانشناسی است. دیگه مشهوری که از مولانا است امی است که آمده که چه تدبیر ای مسلمانان که من خود را نمیدانم، نه ترسا نه یهودم من، نه گبر و نه مسلمانم، نه شرقیم نه غربیم، نه علویم نه سلفیم، نه زر ارکان طبیعیم، نه از افلاک گردانم. از مولانا نیست.
که دیگر که با عکس مولانا مندازن دانی که چرا دار مکافات شدیم ناکردگانه چنین مجازات شدیم کشتیم خرد دار زدیم دانش را در بند اسیر و صد خرافات شدیم از مولانا نیست. تا که از جانب معشوق نباشد کشش کشش عاشق بیچاره و جای نرسد از مولانا نیست. بسیار مشهور ما ز قرآن مغز آن برداشتیم پوست آن بر دیگران بگذاشتیم از مولانا نیست. این نمیده که من چرا نیست؟ چرا بسیار شنیده این مولانا گفته؟ خود نیست. یا پیدا نمیشه. اون روز چرا؟ بخاطر از اینکه مولوی چرا که در انوشت دو سه پارچه از این شعرهایی که گفتین خوانده ویدیوهایش هم هست که گفته که مولانا اینه بسیارش اسم خوانده مسافیت یک مسئله این دیگه رشته میکنن. خب این ایش همون جان گپ همین وقتی که موسی رفت به کوه طور و گفت خدا را گفت مرا با من نشان بده نه خداوند گفت لن ترانی. حال بازی دیگه نشته میکنن حالا که سه نگاه از سه شاعر میگه سعدی گفته چو رسی به کوه سینا ارنی مگو و بگذر که نیرزد این تمنا به جواب لن ترانی. گویا سعدی گفته سعدی نگفته شعر سعدی نیست. دو باز نگاه حافظ جوابش گفته. حافظ چی گفته؟ گفته چو رسی به طور سینا ارنی بگو و بگذر تو صدای دوست بشنو نه جواب لن ترانی. یاد حافظ نیست نگفته. سوم میگن چی گفته؟ میگه مولوی گفته. میگه مولوی چی گفته؟ میگه گفته که ارنی کسی بگوید که تو را ندیده باشد تو که با منی همیشه چه ترا چه لن ترانی. این مولوی نگفت. یه عرصه دی غلطه. نه سعدی گفته نه حافظ گفته و نه مولوی گفته. مشم همین مبتکرین کی است این گپا را جور میکنه ابتکار کرده. یکی هم که آخر دمی بارای آخر هم نواز هم انداخته بود رو باش که بوی هم نواز که همین از او 4-5 دیگه یک بایش از مولوی نیست. اینمی که سالها پرسیدم از خود کیستم آتشم شوقم شرارم چیستم دیدمش امروز دانستم کنون او بجز من بجز اون نیست. این منسوب است به ابو سعید ابوالخیر. یاد دارید مولانا نیست. من به می اجره روایت همینجا چی میکنم همین لیست امیدوار هستم که باقی دوستا تکمیل کنم. دیگه موسی غزل هموش هم خبر بود از کدامش است؟ اما در اون مجلس که گفته شد که از مولانا نیست به من مولانا خواند نیست. یاد مولانا نموند.